توی این ویدیو میخوام در مورد نقاط قوت و نقاط ضعف ون اینروز بگم و در آخر ویدیو هم بهتون میگم که این ماشین برای چه کسایی مناسبه. سلام، من مایام. دقیقا 1 سال پیش بودش که این ماشین رو خریداری کردم و بعد از 1-2 ماه که تجهیزش کردم، تجهیزش هم خودم انجام دادم، یعنی من و بابام با هم دیگه انجام دادیم و افتادم توی جاده. اولین سفرم 5 ماه 6 ماه سفر پیوسته بودش. میتونم بگم که بیشتر از نصف سالو باهاش توی سفر و توی جاده بودم. در نتیجه تقریبا میدونم که چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. الان بعد 1 سال تصمیم گرفتم که ماشین رو عوض کنم. منتها میتونم بگم که اگر که برگردم به 1 سال گذشته، باز هم تصمیم میگیرم که همین ماشین رو خریداری کنم. در نتیجه یه سری خوبی هایی داره که واقعا خوبه و میارزه به خریدش و یه سری ضعف هایی داره که خب باعث میشه که آدم فکر کنه که ماشینش رو میتونه بهتر کنه. اولین موردی که خیلی توی این ماشین خوبه و قوت محسوب میشه اینه که صفره. یعنی ما اگر که بخوایم مثلا با 700 تومان 800 تومان یه ماشین بگیریم، فقط میتونیم ماشینای مال 20 سال پیش 30 سال پیش و اینا رو تهیه کنیم، ولی خب تنها گزینه‌ای که با این رقم با این قیمت میشه صفر خریداری کرد فقط این ون هستش و خب ما اصلا گزینه دیگه‌ای نداریم که بخوایم مثلا مقایسه کنیم حالا لحاظ معایب و مزایا. فقط و فقط این ماشین هستش که هم صفره هم قیمتش خوبه. یعنی اگر که شما مثلا بخوای هیوندای 350 فیات دوکاتو یا هر ماشینی برای سال 2025 و 2026 و اینا رو بخری، تقریبا نمیشه. یعنی من که توان مالیشو ندارم، اینقدر که گرون هستن. این تنها ماشینیه که حالا زیر 1 تومن صفر توی بازار موجود هست و میتونم بگم این صفر بودنش در واقع تضمینیه برای اینکه حالا تا چند هزار کیلومتر اولش حداقل خراب نمیشه. من الان باش 36,000 کیلومتر راه رفتم توی این 1 سال و هیچ وقت نگران این نبودم که بخوام استارت بزنم و ماشین روشن نشه و هیچ جا منو نذاشه. حالا تنها باری که روشن نشده شون تقصیر خودم بود واقعا. چراغ ماشین روشن مونده بود و باتریش هم خیلی باتری قوی نیست. یعنی اگر که بخوای ازش مثلا برق بگیری باید یه باتری دیگه بذاری. یه باتری خیلی کوچیک داره که حتی چراغ ماشین روشن مونده بود این باتری خالی کرده بود. ولی خب اگر که بریم ما سراغ ماشینایی که مال حالا 30 سال پیشن 40 سال پیشن، من واقعا تن و بدنم میلرزه از این که بخوام همش درگیر مسائل مکانیکی باشم، فنی باشم، ضمن اینکه اصلا بلدم نیستم. یعنی علاقه هم خیلی ندارم که بخوام یاد بگیرم. حالا همه قبلش میگفتن که تو اگه میخوای مثلا وارد ون لایف بشی و زندگی ون لایف بشی و اینا باید مکانیکی یاد بگیری. درسته، ولی خب نه به اون صورت که دیگه حالا مثلا موتور ماشین آدم بتونه بیاره پایین، در حد اینکه مثلا آب روغنش رو چک کنم و باد تایر رو نمیدونم فلان این چیزا، خب قطعا اینا رو بلدم، اما اینکه بخوام خیلی درگیر مسائل فنی بشم واقعا نمیتونم. واسه همین اصلا تصمیم گرفتم که سراغ ماشینایی که خیلی قدیمی ان و اینا نرم. دومین موردی که این ماشین داره و خیلی خوبه کاربریشه. کاربریش وانت مسقفه. خب وقتی که شما کاربری ونتون وانت مسقف باشه، به این معنیه که گواهینامه پای 2 احتیاج ندارین. همه ونای دیگه حتی ون تی4 هم نیاز به گواهینامه پای 2 داره، به خاطر اینکه تعداد سرنشینانی که توی اون کارت ماشینش میزنه بالای 9 نفره، حالا 10 نفره 11 نفره. به خاطر همین شما باید بری گواهینامه پای 2 بگیری. حالا یه سری هستن که گواهینامه‌شون پای 2 صادر شده از قبل، اون مثلا متولدین حالا من فکر میکنم یه سال خاصی به قبل اصلا گواهینامه میدادن پای 2 میدادن، ولی گواهینامه من پای 3 دیگه. حالا من پارسال که میخواستم ون بگیرم هر ماشینی رو پیدا میکردم، حتی دنبال هایس بودم، میدم که ای بابا اینم باید براش پای 2 بگیرم. اتفاقا رفتم ثبت نام حالا آموزشگاه پای 2 هم کردم. این حین و بین تا حالا نوبتم بشه اینا یه زمانی طول کشید، مثلا حدود 2 ماه طول کشید. ون این روز رو پیدا کردم، دیدم چه خوبه، اصلا پای 2 هم نمیخواد، با همین پای 3 میشه. دیگه کلاسمو نرفتم، با اینکه ثبت نام کرده بودم ماشین رو گرفتم و افتادم تو جاده. ولی حالا امروز که دارم با شما صحبت میکنم دقیقاً وسط کلاس همین گواهینامه پای 2 هستم. الان دارم کلاس خاورش رو میگذرونم. باز زیاد حالا آفرین. 2 کلاس 1 باز وسط زیاد بهش بده. زیاد نشد 3 دارم. برو 2 بزن بیا. تصمیم گرفتم که واقعا گواهینامه پای 2 رو بگیرم، به خاطر اینکه اگه من بخوام ماشین رو عوض کنم اصلا گزینه‌ای ندارم برای انتخاب، مگر اینکه یا یه ماشین کاربری وانت مسقف پیدا کنم
که اونم مثلا خیلی سخت گیر میاد، یا اینکه همین گواهینامه پای دومو بگیرم که دیگه برگشتم بعد 1 سال و دارم دوباره این کار رو انجام میدم. سومین موردی که داره این ماشین ابعادشه. حالا این 2 تا وجه داره، هم خوبیشه هم بدیشه، اما از لحاظ حالا اگه بخوایم خوبی بگیم اینه که این ماشین واقعا ماشین توی شهره. یعنی من از لحاظ جا پارک، از لحاظ رانندگی، از اینا هیچ چالشی باهاش ندارم. و خب حالا به عنوان کسی که تا حالا هم پشت یه ماشین به این طول و درازی نشسته بودم و ون نداشتم، هیچ چالشی برای رانندگی باهاش نداشتم. هم برای توی شهر خوبه، توی شهرهای شلوغ که حالا دنبال جا پارک میخوای بگردی این ور اون ور بری ترافیک و اینا، و هم توی مثلا روستاها و دهات‌ها و اینا مثلا خیابونا باریکن، کوچه‌ها باریکن، ممکنه مثلا نگران این باشه که آدم رد نشه، گیر کنه و فلان، ولی این اصلا این مشکل رو نداشت. و حالا از یه زاویه دیگه هم اگر که بخوایم به این ابعاد نگاه کنیم اینه که این ماشین اصلا شبیه ماشین کمپری نیست. حالا دورشو که اگه پنجره نذاری که اصلا داخل ماشین مشخص نمیشه، کابین پشت منم نذاشتم. و وقتی که کنار ماشینای دیگه پارکه اصلا کسی فکر نمیکنه که این ممکنه کمپر باشه. به خاطر همین خیلی وقتا مثلا اگر که من جایی پارک کنم و بخوام تو ماشینم بخوابم، اصلا نگران این نیستم که مثلا نصف شب بیان یا بخوان مثلا توی ماشین رو به وسایلم دسترسی پیدا کنن و اینا. آدمی به هر حال وقتی شما توی یک کمپر زندگی میکنی کلی تجهیزات اون تو داری، مثلا من برقت هست، بخاری هست، من فلان اینا، و میترسی خب یه وقت دزدی بشه. حالا من که البته هیچ کدوم از اینا ندارم، یعنی برق خاصی ندارم، بخاری ندارم، و در هر صورت اینکه این ماشین شبیه ماشینایی نیستش که کمپرن و پر تجهیزاتن، خودش به نظرم یه مزیت محسوب میشه. حالا بریم سراغ نقاط ضعفش. اولین و مهمترین نقطه ضعفی که داره به نظر من اینه که این ماشین کلاً برای سفر طراحی نشده. یعنی برای جاده‌های طولانی، مسیرهای حالا مثلا پرپیچ و خم و اینا طراحی نشده دیگه. یعنی این ماشینیه که برای حالا برای کاربریای مثل پست یا خیلی چیزای جمع و جور و اینطوری، اصلا باربری هم هستش، یعنی باربریای درون شهری هستش. در نتیجه من احساسی که توی این ماشین دارم اینه که امنیت توش نیست. کنترل ماشین منظورم، یعنی وقتی که مثلا من توی جاده هستم و دارم یه سرعتی میرم، مثلا یه بادی هم میاد، من واقعا ماشین رو نمیتونم کنترل کنم و احساسم اینه که این با هر اتفاق کوچیکی میتونه چپ کنه به راحت. مثلا اگر که شما بری ماشین رو با یه ماشینی مثلا تویوتا هایست برفرض میگم مقایسه کنی، خب اون ماشینیه که برای 11 نفر سرنشین، 12 نفر سرنشین طراحی شده و قطعاً یه فکری شده به اینکه این سرنشینا یک امنیت نسبی تو این ماشین داشته باشن، تو جاده میرن، این ور میرن اون ور میرن. اما خب این ماشین نه، اصلا این حالت رو نداره. پشتش فقط یک کابین خالیه که خب قطعاً هم به این فکر نکردن که ممکنه حالا مثلا با این جاده‌های طولانی بره کسی و این. مورد دوم، ضعف دومی که این ماشین داره ابعادشه. همونطوری که حالا خوبی داشت بدی هم داره. یعنی شما وقتی بخوای با این سفرهای طولانی بری، یعنی مثلا چندین ماه تو جاده باشی، خب یه سری الزامات داره، یه سری وسایلی میخوای توی سفر، مثلا برق خوب، بخاری، حموم، دستشویی از همه مهمتر، که خب این تو جان نمیشه. یعنی من اگه کمپر بعدیمو بخوام تجهیز کنم، اولین چیزی که بهش فکر میکنم حموم دستشوییه. اطلاعاتی به من داده بودن دوستانم که کمپر دارن یا مثلا حموم داشته باشی استفاده نمی‌کنی، دستشویی داشته باشی استفاده نمی‌کنی، چون خیلی دردسر داره، تخلیه و فلان و این چیزا. اما من نمیدونم مثلا چطوری میشه توی سفر مثلا سرویس بهداشتی نداشت. خب این شد که اصلا من وسط سفرم که بودم یه دستشویی پورتاب گرفتم و یه جایی حالا هر جور شده جا دادمش، چون قبلا براش اینجا رو در نظر نگرفته بودن دیگه. جلوی کمودا اینو میذارم اونجا. و خب سرویس بهداشتی یه فضایی میخواد که خیلی مهمه، حموم از اون مهمتر، که خب اینا واقعا جا نمیشن. این تازه من باهاش یه نفره سفر میکردم. یعنی شما در نظر بگید که من یه نفری که یه سری وسایل دارم و مثلا لباس و فلان و اینا، باز میگم باید بزرگتر باشه برای یه سری تجهیزات ضروری تر. حالا فکر کنم مثلا 2 نفر باشی، یه بچه باهات باشه و اینا، که دیگه فکر می‌کنم اصلا مناسب نیستش. باز هم حالا خیلی بستگی داره به اون طول سفر شما، منطقه‌ای که می‌خوای سفر کنی، سبک سفرتون. من آدمیم که خیلی تجهیزات آنچنان ندارم، یعنی مثلا قسمت آشپزخونه ندارم یعنی میخوام بگم من تازه کسی هم که خیلی با تجهیزات زیاد سفر نمی‌کنم به اون صورت. بازم فکر می‌کنم برای سفر طولانی کوچیکه این ماشین.
ضعف دیگه که فکر می‌کنم داره اینه که این ماشین جدیده. حالا من آمار دقیقی ندارم که تو کشورهای دیگه چقدر این ماشین هستن و اینا، و میدونم تو ایران حداقل خیلی جدیده. و اگر که من بخوام با این سفرهای طولانی برم خارج از کشور، مثلا بخوام برم حتی ترکیه، نمیدونم همین دور اطراف، شاید اصلا اروپا یه وقت، این اصلا اگر که خراب بشه من نمیدونم چه اتفاقی براش میفته. یعنی آیا کسی میتونه اینو تعمیر کنه؟ و همیشه این تو ذهن من هستش که حالا فعلا روی این کیلومتر پایین و روی حساب حالا نو بودنش اتفاقی براش نیفتاده، ولی اگه یه وقت مثلا دوچار یه مشکلی بشه تعمیرکارش هستش. تو خود ایران هم مثلا من تنها باری، همون باری که گفتم باتری خوابید، زنگ زدم به نمایندگی، گفتم که یه جایی هم بودم اصلا نه آنتن بود نه شارژ داشتم، اصلا همه چیز صفر. دیگه به زور زنگ زدم، گفتم این نمیدونم مثلا این چیشه، باتریشه روشن نمیشه. گفت خب اول برو سراغ باتری. گفتم خب باشه باتری کجاست؟ بعد گفت مثلا کابوتو بزن بالا، همونجاست دیگه. گفتم بابا اصلا تو کابوت هیچی نیست. و دیگه گوشیم قطع شد و تموم شد، تا اینکه خودم انقدر گشتم دیدم باتری زیر صندلی راننده است. و خب یعنی فکر کنم مثلا زن نمایندگی هم بلد نبوده باتری این ون کجاست. منتها حالا لحاظ کشورهای خارجی نمیدونم، مثلا شما وقتی با فولکس سفر میکنی میدونین تعمیرگاه فولکس همه جا هست، یا بنز مثلا همه جا هست، هیوندا. ولی خب این ماشین معلوم نیستش که چی میشه اگر براش مشکلی پیش بیاد. حالا اینکه این ماشین برای چه کسایی مناسبه، من فکر میکنم شما حالا هر چقدر اصلا کاری نداریم چه بودجه‌ای داری، چقدر میخواید مثلا هزینه کنید برای ماشین، تجهیزات و فلان اینا، برای کسی که تا حالا توی این سبک سفر نبوده یا اصلا تا حالا سفر نکرده خیلی به اون صورت، این بهترین گزینه است برای اینکه خودش رو بشناسه، برای اینکه شناخت خوبی از خودش داشته باشه. من قبل از اینکه این ماشین رو بگیرم قبلش یه سواری داشتم که اونو تخت کرده بودم و با اون یه چند هفته یا بیشتر، حالا یه ماه 2 ماه سفر کردم، دیدم خیلی کیف میده، اومدم تازه اینو گرفتم. ولی کلا یه وقتی تو سفر به خودم میگفتم که اگر که من مثلا تجربه کمپ کردن نداشتم، تجربه کوله‌گردی نداشتم، تجربه شرایط مثلا یه خورده سخت توی سفر رو نداشتم، توی این سفرم کم می آوردم، به خاطر اینکه واقعا راحت نیستش. یعنی چیزی نیست که بگیم مثلا شبیه هتل دیگه الان همه چی هست، نه واقعا خیلی چالش ها داره. یکی از بزرگترین چالش هاش برای من همون پیدا کردن جای امن و مناسب برای شب خوابیدن توی شهرهای مختلف بود که خب خودش این به تنهایی خیلی انرژی از آدم میگیره. مثلا حالا وقتی تنهاییم و خب من فقط خودمم که باید تصمیم بگیرم که الان اینجا خوبه یا نه. در نتیجه میخوام بگم که به شما خیلی دید مناسبی میده از سبک سفر که ببینه آقا اصلا اینو دوست داریم یا نه، اصلا برم مثلا یه ماشین نوع مثلا 10 میلیاردی بخرم و تجهیزش کنم یا نه. و اصلا این مدلی نیستش که آدم بره خونش رو بفروشه یا یه چیز مثلا خیلی مهمی بفروشه بعد ون بخره و بعد توی زندگی ون لایف خوشحال باشه. به نظر من اینطور نیست واقعا. باید مال این سبک سفر باشی تا واقعا بتونی درست و با حال خوب سفر رو ادامه بدی. در کل بهتون بگم که خیلی راضی بودم از اینکه خریدمش. برای این مدت کوتاه برای من خیلی مناسب بود. نه میتونم بگم دلمو زد، نه میتونم بگم از سفر ون لایف راضی نبودم. اصلا هیچ کدوم از اینا نیستش که فقط میتونه خورده بهتر بشه برای اینکه سفر رو برای من راحت تر کنه. حالا اگرم نتونم مثلا پولم نرسه ماشین بهتر بگیرم یا هر چی، بازم این ماشین برای من کافیه برای اینکه به سفرام ادامه بدم و مشکل خاصی باهاش ندارم. که برگردم عقب هم با همون بودجه‌ای که داشتم همین تصمیمو میگیرم. امیدوارم که هر تصمیمی میگیرید خوشحال باشید و این ویدیو به دردتون خورده باشه. حالا اگر چیزی رو نکته‌ای هست که به ذهن شما میرسه و من جا انداختم و نگفتم، حتما ازم بپرسید و حتما من جواب میدم. ممنونم که تو این ویدیو با من بودید. خداحافظ.